رضایی یه فرصت خوب، رضایی یه پاس به بیرون، میتونه گل باشه که فکر میکنم گل شد. حالا میشه تمام توی دروازه و کی میزنه؟ آرش افشین میزنه و خوشحالی رو به جمع ما میاره. آفرین تیم ایران، آفرین تیم ایران. بچه ها چه خوشحالی میکنن و این نشون میده که برای اونها هم مهم پر افتخار ایران میزنه و ایرانه که با 9 امتیاز و 100% پیروزی به مرحله بعدی میره. آفرین آرش افشین، واقعا لایق گل زدن تو این بازی بود. آرش اینجا توپم خودش هم فکر میکنم پشت خط بود، اما به هر حال آرش اینجا دیگه کارا تموم کرد. محمد غلامی زد 2 بار به تیر دروازه و در بازگشت آرش افشین کارا تموم کرد. اینجا ببینیم، نه این گل نشد، توپ این ور خط بود. بعد غلامی تقریبا میتونم بگم این گلی بود که هند به تیم فوتبال بحرین زد. رسیدن ذوباهن به فینال باشگاه آسیا درخشش او در چارچوب دروازه تیم ذوباهن بود. رضایی چقدر مسلط حرکت میکنه. غلامرضا رضایی میتونه پاس بده، حالا این کارو میکنه. نوری اینور، حیدری خیلی فرصت خوبی داره. خسرو حیدری یه پاس به عقب، نوری توی دروازه، توی دروازه، توی دروازه. گل برای ایران و پیروزی 2-0 تیم ملی فوتبال ایران. آفرین بچه ها، آفرین بچه ها. خوشحالیم از این که میبینیم بچه های خوب تیم ملی فوتبال کشورمون مقتدرانه بازی ها رو در مرحله مقدماتی به پایان میبرند. یک پیروزی روحیه ساز برای تیم. این نشون میده که واقعا تیم ما یک تیم کامله، نه نفراتی که فقط برای خودشون کار بکنن، تیمی که برای نام کشورش کار میکنه. ایران 2، امارات 0. فوتبال ما انقدر توانایی داره که تیم‌های حاشیه خلیج فارس رو حتی با بازیکنانی که در امارات با تیم کامل خودش، با همه انگیزه خودش آمد تا این بازی رو ببره، اما باز هم حتی از زدن یه گل هم عاجز موند. یه پاس خیلی خوب، فرصت برای رضایی. حالا سومیه یا نه؟ خودشون به خودشون میزنن. ماشاءالله ایران، گل سوم برای ایران. پیروزی شیرین 3-0، حلاوت صعود تیم ملی ایران به مرحله بعدی بازی ها رو 100 چندان میکنه. یک پیروزی خوب، یک بازی خوب و قدرت برتر فوتبال ایران در مقابل نمایندگان دیگر کشورهای آسیایی، به خصوص در مقابل امارات که با این پیروزی خوب تیم ایران با قدرت و صلابت به مرحله بعدی صعود میکنه.